أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس و شکران خدای را که بر ما و شما فرصت میسر کرد تا باز در مورد مسئولیت های ما به گفتگو بشینیم. باز هم مسئولیت های ماست، مسئولیت های پدر و مادر، مسئولیت های مربیان ارجمندای ما. در بحث گذشته مسئولیت پدر و مادر در مورد پرورش بدنی یا جسمی اولاد آغاز کردیم. چند مطلب را هم بیان کردیم. قصد ما از بیان این مسئولیت جدید که جسم اولاد ما را چگونه تربیت بکنیم، فرزندی که از نیروی جسمی، از سلامت جسمی برخوردار باشه، او اولاد وقت رشد میکنه و وقت بزرگ میشه و از وجود صحتمند، از فکر سالم، از عقل سلیم برخوردار میباشه و خدمات بزرگ را در اجتماع انشاءالله انجام میده. به این سبب است که پدر و مادر در قدم اول بعد از اینکه کودک به مکتب میره، مدرسه میره، مربیان گرامی این مسئولیت به دوش خود باید بگیرن که در مورد اخلاق ارجمند، در مورد تعلیمش، در صفتهای نیکی که یک فرزند باید داشته باشه، این رابطه ها، مسئولیت ها احساس کردین، شما زحمت کشیدین، ولیکن در مورد جسم اولاد هم باید که شما آخرین تلاشتانه به خرج بدین که یک فرزند صالح و سالم به جامعه تقدیم شود. ما بعضی مطالب را یاد کردیم. حال چیز دیگی که برای سلامتی جسم اولاد ما اثر بسیار مهم داره،
سپورت است یا ورزش است و حرکت آوردن تمام اعضای بدن اولاد ما باید که پر حرکت باشه. جسمن کارهایی را برش عادت بدیم که جسم قوی داشته باشه، جسم صحتمند داشته باشه. ما در کتب احادیث زیاد از این مطالب داریم. مثلا در صحیح مسلم میخوانیم که پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم میفرمایند که در نزد الله متعال مؤمن قوی محبوبتر است نسبت به مؤمن ضعیف. الله دوست داره یک مؤمن را که قوی باشه، جسماً قوی باشه. طبعا از نظر ایمانی اخلاقی در جای خودش، ولیکن الله عزیز نسبت به یک جسم ضعیفی که یک مؤمن یک بندیش داشته باشه و نسبت به یک مؤمنی که قوی باشه ترجیح است. مؤمن قوی نزد الله محبوب تر است. به این خاطر است که ما باید توجه بکنیم پدر و مادر همونطور که در پوشاک و خوراکشان تلاش کردن، در مسکنشان، در تربیهشان، در چیزهای مختلف، حالا در رابطه با جسمشان هم احساس مسئولیت بکنند. بعضی سپورت های هست، ورزش های هست که برای سلامتی انسان کمک میکنه. مثلا دوش هست، اسب دوانی هست، آب بازی هست. بعضی ادمان های آزاد است که دست و پای خود به حرکت میارن، کمرشان بالا میشن، پایان میشن، چیزهایی رو بلند میکنن، پایان میکنن. و همچنان بعضی سپورت هایی که از نظر معنوی هم سر انسان اثر میگذاره. مثلا یک کسی که از خودش دفاع کرده بتونه، چیزهایی را می آموزه، روشهایی را، تکتیک هایی را یاد میگیره که یک کسی اگر بالایش هجوم میکنه، حمله میکنه، از خودش دفاع کرده بتونه. این سپورت ها هم حالا در دسترس هست که جوان های ما، بچه های ما از این سپورت ها هم استفاده بکنن. این در شجاعتشان، در قوی بودن ارادهشان اثر میگذاره. اینا از کسی نمیترسن. چرا؟ میفهمن که من میتونم از خودم دفاع بکنم. اگر کسی به من حمله بکنه آسان آسان مرا زده نمیتونه. آببازی، مثلا آببازی خودش بغیر از اینکه برای تمام وجود انسان، برای عضلاتش، برای جسمش مفید هست، این یک سپورت هست یا یک ورزش هست که خودش میتونه از غرق شدن نجات بده. یک وقت مجبور میشه از آب بگذره. اگر آب بازی یاد داشت، شنا یاد داشت که او آب برش کدام مشکل نمی باشه. سپورت هایی که فعلا رواج هست، مثلا فوتبال هست. وقتی شما این سپورت هم ببینیم، این سپورت هم برای وجود انسان فایده میرسانه. وقتی که تپ و تلاش میکنن، میدون، پس میان پیش میرن. ولی از این سپورت قسم استفاده نشوه که فکر و هوش جوان ما مشغول به همین سپورت شود، که فعلا اکثر جوان های ما مشغول به همین سپورت هستند. این سپورت هست که در عقبش سرمایه‌دارها، فیودالها برنامه و پلان دارن. والله اعلم که در هر مسابقه ها اینا به میلیون ها دلار و یورو و ریال پایان و بالا میکنن. و تبلیغاتش هم ببینیم چقدر وسیع است. حتی پادشاه ها و رئیس دولت ها هم در این مسابقات شرکت میکنن. برای دیدنش البته میان میشینن، دیگر آرام تشویق میکنن، میبینیم. ولی در این سپورت بچه های ما هم علاقه دارن که ممتاز باشن، گول بزنن، زیاد گول بزنن، در مجله ها عکسایشان بیاید، طرفدارای زیاد داشته باشن. اینا
نمونه باشن برای جوانهای دیگه، مویشان، لباسشان، گپ زدنشان، اکتشان، نشست و برخاستشان. و او طرفش هم که باز یک نگاه دیگه میکنین که اخلاق که برای یک مسلمان زیبنده نیست. اکثرا شاید گل افراد خوش اخلاق هم در این سپورت ها باشن، ولی سر و کارشان با جوان ها هست، دخترها هستن، پسرها هستن. یک مقدار وقتشان ضایع میشه در اینجا. تنها برای صحتمندیشان نبوده، بلکه برای بعض وقتها از این سپورتمن ها، از این فوتبالیست ها میبینیم که به فحشا، به مخدرات کشانده میشن. متاسفانه. با این خاطر بچه های ما از این رقم سپورت ها باید همو قدرش بگیرن که به دردشان میخوره، به نفعشان است. از او بالا وقت خود ضایع نکنن. ما میبینیم در حدیث مبارک دیگه هم داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند هرچی در آن ذکر الله تعالی نباشه یک سرگرمی بیهوده یا خطا است. هر کاری که در او ذکر الله نباشه یک سرگرمی بیهوده یا خطا است که از او چیز فایده نمیگیرین شما، یا به خطا میرین یا وقتتان ضایع میشه. الا پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم 4 چیز از این جدا میکنن، مگر 4 چیز. چی از اونا؟ تیراندازی است، رام کردن اسب است و بازی و شوخی با زن و فرزند. سبحان الله. وقتی شما با زن و فرزندتان وقتتان استیر میکنین، بازی میکنین، شوخی میکنین امرایشان، این در لهو و لعب نیست. این به خطا نرفتین، شما وقتتان بیهوده مصرف نکردین. برعکس زن و فرزندتان شما ارزش قائل شدین، اونا رو با خودتان وابسته کردین، اونا با شما روابط حسنه پیدا کرد، شما با اونا دوست شدین. بسیار پدرها هستن که زن و بچه‌شان اصلا کار ندارن، حتی در یک اتاق جدا برای خودشان میشینن. بعض وقت مهمانایشان هستن که تو کارشان هستن، زیادتر که موبایل و تلفن همراهشان هستن. بچه هایشان، خانمشان، اونا تنها هستن. این هم پیش الله پرسان داره. این هم یک کار برای مردها ناپسند است. پیش الله جواب میدن. به شما هیچ زن و فرزندان وقت نداشتین، نشیشتین، بازی نکردین، شوخی نکردین. بنابراین پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم ایره در کارهای بیهوده و خطا حساب نکردن و آموزش شنا، آببازی را یاد گرفتن. شما وقتی برای یاد گرفته، طبعا در اون جایهایی که زمینه مساعد نیست برای یک مسلمان که آببازی را یاد بگیره، در اون حوضی که آببازی میکنن، در جایی که آب است که آببازی میکنن، اگر در اوجه زن و مرد، دختر و پسر همه یک جا باشن که باز وقت هم برای دختر و هم برای پسر مشکل است. ولیکن آببازی در جای مناسبش که همون حدود را که الله برای ما وضع کرده پایمال نشود، این وقتی که در اتور یک جای شما آببازی را یاد میگیرین، این کار پسندیده انجام دادین که شما حتی مطابق یک سنت عمل کردین. بنابراین اینا هم از جمله سپورت هایی است که به بدن انسان فایده میرسانه. پس اگر مختصرا از این بحث بگذاریم، مسئله ورزش و تمرین بود. قصد ما برای فایده رساندن جسم اولاد است. بعضی سپورت ها هم هست که بچه را از پای مندازه، میبینین یک روز چشمش شفگار شده، بینی شکسته، پای شکسته، دستش شکسته، به حالت کوما رفته. بعضی کسایی که در میدان های سپورت در مسابقات شرکت میکنن، میبینین که اینا حتی میمرن. او سپورت ها بس برای شما اشکال داره.
مطلب دیگه که سرش بحث بکنیم که برای جسم انسان، برای بدن انسان، حتی بعض وقت برای روح انسان هم فایده میرسانه، یک چیزی هم است که ما بچه های ما را عادت بدیم که ساده زندگی کنن، خوشگذرانی را کنار بگذارن، یعنی نازدانه نباشن. یک بچه نازدانه شاید که از نظر جسمی هم خیلی ضعیف باشه. به این خاطر ما عادت بدیم بچه های ما را که خوشگذران نباشن، نازدانه نباشن و زندگی ساده اختیار کنن. مثلا حتی در خورد و نوششان، در پوشیدنشان ساده باشن، بسیار تکلف نکنن. حتی خانه‌ای که خانه خوب، خانه پسندیده همون است که کلان باشه، وسایل که انسان به او ضرورت داشته باشه از اونا باشه، لوکس نباشه، چیزایی که باعث خدای ناخواسته انسان به غفلت میکشانه. همیشه در فکر ازی باشین که دکور خانه خراب نشود، صافی دستان است، مجسمه را پاک کنین، آینه را پاک کنین، گرد و خاک چیزهای ظریف آورده باشن، به هزارها پول مروج همون کشور، اگر دلار است، ریال است، اگر افغانی است، هر چیزی که به هزارها پول بیجای مصرف کردن در دکوریشن خانهشان، در تزیین خانه. اینا باز اضافگی است، اینا پسندیده نیست در نزد اسلام. کسایی هستند که خانه ندارن، شما در خانهتان چیزهای اضافگی آویزان کردین، چیزهایی را آوردین که به درد شما نمیخوره، هست در او خانه، گوشی خانه را اشغال کرده. ولیکن ساده زندگی کردن، این به خاطر از این باشه که یک وقت انسان با کدام مصیبت مبتلا نشود. یک وقت خانه شما را سیل برد، شما بر از این آمادگی داشته باشین که در یک سرپناه محقر زندگی کنین، در زیر یک خیمه بتونین زندگی کنین، دل اولادایتان تنگ نشه، از حالت کما سرشان نیاید، آمادگی داشته باشن برش. یک وقت شما فقیر میشین، دیروز شما رنگ در آشپزخانه‌تان نان داشتین، غذا میخوردین، یک بار مشکل آمد، به اینا پسرای ما را، اولادای ما را عادت بدیم. ما یک چیز به یادم آمد، یکی از شاگردایی که در یک مدرسه بود در همین آلمان، یک وقت میگفت که ما در چای صبح ما 4 چیز میخوریم: چای و نان و زیتون و پنیر. این در جدول غذای صبحشان یا صبحانیشان همین نوشته بود. ولی میگفت که بعض وقتا یک چیز کم میکردن، بعض وقتا 2 چیز کم میکردن. وقتی پرسان میکردیم که چرا نیست، استادشان میگفت که نه هست. این قصدن ما امروزی کار کردیم که شما از دل کسایی که مکلف نان نمیخورن خبر شوید. بعض وقت میگم مجاهدین افغانستان برای ما مثال میدادن، مهاجرین میگم در زیر کمپ ها شاید یک لقمه نان، یک گلاس آب یا چای باشه بخورن. شما اونا رو به خاطر بیارید. در گوشه و کنار دنیا بیچاره و فقیر زیاد است، اونا رو به یاد بیاریم. و وقت میگم ما قوت میگرفتیم و به مو رقم میخوردیم، دل ما میسوخت برای کسایی که نان نداشتن، اونا رو یاد ما میآمد. سبحان الله. چه استادای دانشمندی بودن، در حالی که داشتن بچه ها را عادت میدادن به روزی که خدای ناخواسته سرتان اگه بیایه باز شما بر خطا نشوید. ما یک وقتی یکی از برادرها از جبهه قسم میکرد وقتی که روسا در افغانستان بیداد میکردن، یک گروه از مجاهدین در بین راه کابل و پغمان، برف بود زیاد، گفت در محاصره قرار گرفتیم، پشت سر ما کوه هست، پیش روی ما روسا آمدن، ما نمیتونیم که حرکت کنیم. بنابراین قماندان ما گفت که شما در اینجا باشین تا که روسا
اون روزها هم نمیتونستن، برف بود دیگه بود، نمیتونستن ما رو ببینن، ولیکن احساس میکردن که ما در اونجا هستیم، معاصره بودیم. ما چند کارتن خرما داشتیم. حالا ما نمیفهمیم چی وقت ما از اینجا میبریم، چند روز اینجا خواد بودیم. تنها اگر آب باشه و برف بود، زمستان بود، برف بود و کوه ها پر از برف میباشن و خرما بود. برای ما قماندان ما گفت که شما 3 دانه خرما زیاد نمیخورین. هر وقتی که 3 وقت نان اگر بود، اگر 2 وقت نان بود، در هر وقت غذا 3 دانه خرما زیاد استفاده نکنیم. و ما همگی همیره سر خود قبولانده بودیم. ما تقریبا 3-4 روز در اونجا ماندیم. اونمو خرما بود که ما 3 تا میخوردیم و آب نبود، برف میخوردیم. پس یک طبعا در طور جنگ ها مردم گیاه ها برگ ها را خوردن، ولی یک آمادگی برش باشه فردا روز اگر این کار شود چی کار میکنیم. در اینجا ما یک قصه بسیار جالب دیگه را که خودم در اونجا بودم، این سوال خودم کردم وقتی بود که روزها فرار کردن از افغانستان، دیگه مایوس شدن از اشغال افغانستان. بقایایی که از اونا مانده بود نظام نجیب بود که بعد از رفتن روسا اونا بودن. بالاخره اونا هم سقوط کردن، مجاهدین رفتن در حالت تسلط بر اوضاع شوند. طبعا حالی که روسا رفته، حال امریکایی ها نمیگذارن، غربی ها نمیگذارن که مجاهدین از طریق جهاد فاتح شدن، حال حکومتشان بسازن. اگر مجاهدین حکومتشان از طریق پیروزی جهاد حکومت دلخواهشان بسازن، در دنیا یک تحول بزرگ رخ میده. این معادلات ابرقدرت ها به هم میخوره، منافعشان از بسیار کشورها شاید که قطع شود. بنابراین اینا دست به کار شدن و دست به کار بودن. از آغاز هم امیره متوجه بودن که هر وقت که اگر روسا از اینجا سرنگون شوند و روسا از اینجا برن، جای از اونا را ما برای مسلمان ها نمیگذاریم که اینا بیاین حکومت اسلامی خودشان بسازن. بنابراین امریکا دست به کار است و نمیگذاره که در اینجا مجاهدین حکومت دلخواهشان بسازن. در همین جریان ما از برادر عزیز ما مهندس حکمتیار پرسان کردم که انجینیر صاحب، اگر فردا شما حکومت اسلامی را بسازین در کابل، امریکا که نمیمانه. اولین کاری که بکنه امریکا شاید شما را محاصره اقتصادی بکنه. در اون وقت یاد شما باشه سودان، در سودان هم برادرای مسلمان ما در اقتدار بودن، حکومت جور کرده بودن، ولی غرب و در رأسش امریکا سودان غریب و بیچاره را محاصره اقتصادی کرد. ما یک مثال داریم، غریب نانش بگیر، در یک گوشه افریقا افیدن. شما چی کار دارین؟ اونا میخواین، اونا ملت امور رقم نظام میخواه، حالا نظام شما رو تحمیل میکنین سر از اونا، مثل که حالا تحمیل میکنن سر ما نظام خودشان تحمیل کردن، آمدن در کشور ما تجاوز کردن، خاک ما را گرفتن. در اون وقت هنوز نیامده بودن. برادر ما حکمتیار گفت که مهاجرزاد، تو چون در غرب بودی، تو از دیدگاه یک غربی این سوال شاید میکنی، اگر در آلمان در بازار پنیر پیدا نشوه یا تخم پیدا نشوه، مردم به کوچه ها میبرن مظاهره میکنن تخم کجاست یا چرا پنیر نیست. این سوال تو سوال بجا است که امریکا ما را اگر محاصره اقتصادی کنه ما چی کار خواهد کردیم؟ گفت ما سال هاست که این ملت محاصره اقتصادی هست. سبحان الله. امریکا محاصره اقتصادی بکنه نکنه، این کشور این ملت محاصره اقتصادی هست. صبح مردم چی نوش جان میکنن؟ واقعیتش حتی در داخل پایتخت بسیار به ندرت شاید
انگشت شمار خانواده هایی بودن که چای صبحشان کمی مکلف بوده باشه. اکثر مردم چای و بوره و نان بود یا شکر و نان بود. گوشت که ماها بسیار خانواده ها، شاید که 80% مردم ماها گوشت نمیخوردن. او کشور محاصره اقتصادی بود. واقعا این جواب حکمتیار خیلی تکان دهنده بود. ما خبر نبودیم که محاصره اقتصادی بودیم. حالا بسیار کشورهای ما، حالا برادرای اهل سنت ما را در ایران شما ببینید، چقدر فقیرترین مردم همون بیچاره هستن، محاصره هستن، کس به دادشان نمیرسه. شاید هم در دیگر مناطق شیعه نشین هم باشه. همون رقم در کشورهای غیر اسلامی هم بسیار کشورها در افریقا بیچاره ها محاصره اقتصادی اینه که به محرومیت های اقتصادی هستند. پس خدا نکنه از پدر مهربان، مادرک عزیز، اولادت نازدانه کلان نکن. خدای ناخواسته سبا اگر به می پرخوری و به می خوشگذرانی و می رفاه، اگر که فعلا الله در اختیار شما گذاشته که هست، اگر شما متوجه نشین، فردا یک مصیبت بیایه، باز وقت مقاومت کرده نمیتونن بچه ها. بسیار کشورها هم اینطور بوده که در ناز و نعمت ملتشان در رفاه بوده، وقتی دشمن آمده اونا تاب مقاومت نداشتن، تسلیم شدن. و این ترتیب ما حال در خانه هایی که خداوند نعمت های فراوان داده برشان، بعض وقت در حالی که شما دارین بچه ها را مواظبش باشید و یگان مشکل روبرو کنین، برای امتحان، برای تمرین، برای عادت دادن. لباس های بسیار مفشن می پوشن، قیمتی می پوشن. شما بعض وقت این لباس ها را قصدن ازشان میگیریم. بپوش بچیم یک لباس ساده را بپوش، چه خوب نمودت میده. ببین یک بچه غریب بیچاره نداره، هم آرزو دارم مثل تو رو بپوشه، تو هم یک بار آرزو که مثل از او رو بپوشی. که در اینجا اما احساس خدای ناخواسته خوشگذرانی یا خوشپوشی یا خوشگشتی، اینا در ذهن بچه های ما کوبیده شود. خدای ناخواسته در بیرون سر بچه های غریب خودشانه نسازن که تو نداری ما داریم. خدا نگیره یک بار. ببینید شما در بعض خانه ها بچه ها اشتهای صحیح ندارن در وقتی که شما نان میکشین، نان نمیخورن. ایره خوش ندارم، او را خوش ندارم، چیزی که خوشش میاد باید پخته کنین یا باید پیدا کنین. چرا؟ به خاطر اینکه فراوانی هست، زیاد هست و انتخاب زیاد داره. ایره نخورم، ایره نمیخورم، او را میخورم. ولیکن هست در جاهایی که سر یک لقمه نان خشک بچه ها به یک دیگه دست از مثل که بگیم لقمه نان از او میگیره، نان خشک. و در جای هم هست که بچه ها گوشت نمیخورن، نانهای لذیذ و مزدار پدر مادر برشان پخته ولی اونها میل ندارن. بیاین بریم به یک همیان برنامه، باز دوباره برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مطلب دیگه که بچه ها را ما عادت بتیم به جدیت است، جدی باشن. مثل شوخی هست، جدی هست. جوانمردی را یادشان بدیم، تنبل نباشن، بی‌بندوبار نباشن. امی خودش به جسمشان ضرر میرسانه. اگر یک بچه تنبل گوشگیر باشه، ضعیف می باشه، خوشش نمیاد که در میدان باشه، تنبل است، کار خوشش نمیاد، حرکت خوشش نمیاد، بی‌بندوباری بار میاره. یک چیز دیگه، اگر او محیط قسم باشه که شما غافل شوین، بچه ها از اختیارتان، از نظارتتان، از کنترلتان خارج شود،
باز یک بچه بی‌بندوبار، لاابالی، بار دوش شما، بار دوش جامعه. مواظب باشید. بچه ها وقتی کودک هستن مادر پدر مواظبش باشن. باید وقتی خوابش میآید باید جدی خواب کنه. برو بچه‌م خواب شو، اینا خواب میشم. میبینیم باز که یک چیز مشغول است. جدی نیستین شما، و هم جدی نیست. اگر در خانه یک نظم باشه، خواب وقتش معلوم باشه، بیداری وقتش معلوم باشه، بچه ها سر وقت میرن خواب میشن. شما هیچ به زحمت نمی باشین، به تکلیف نمیشین که الا بده و خوشو الا کش کو قال مقال کو داد و فریاد بکش. برنامه و پروگرام وقتی در خانه بود بچه ها هم به او خودشون عیار میسازن. وقتی شما صبح بیدار میشه پسر یا دختر بیدار میشه، اگر فعلا کوچک است، مکتب رو نیست، مدرسه رو نیست، نماز خوان نیست، خرد است، 3-4 سال است، اما دست و چپ و راستش میفهمه، خیر و شر میفهمه، عقلش کار میکنه. پس وقتی که از خواب بیدار میشه شما مواظبش هستید. بچه جای تجور کردی، جای یک تلیافه که سرش کش که درست بدو تشناب برو یا حمام برو دسترویت بشو. شما ایره مواظبش هستین، حرکت دادینش. چای صبحش هست، با شما چای صبح نوشان میکنه. خودکش میه سرخان میه میشینه، جایش معلوم است برش، تا کجا بشینه، تا جای پدرش بشینه، تا جای مادرش، جای خودش بشینه. مادرای هوشیار بر هر کس یک جایی تعیین کردن. پدر بالا سرشانده، احترام میکنه، او را عزت میکنه. بعد از او باز یک بنوبت کلان باز پایان خورد. بعض وقت مادرکا در آخر خودکشان میشینن. خادم خانه هستن، افتخار میکنن. امروز است که غربی ها یا کسایی که خانواده ها را میخواین نظامش به هم بزنن، خانم تحریک میکنن که تو نوکرشان خو نیستی. تو میتونی بری در بیرون برای خود کار کنی، تو هم میتونی عاید داشته باشی. او بیچاره اگر از مزدوری یا نوکری اگر نامش بگذاریم 3-4 نفر در داخل خانیش، نوکر اولادش، نوکر شوهرش اگر بوده، از او را بیرون میکنن، نوکر خود میسازنش، نوکر 100 تا مریض و چشم چران و خدا ناترس و دیگر. او بگه که خیالش که من رفتم حال آزاد میشم، حال با خودم پیسه پول پیدا میکنم، سرمایه دار میشم، از نوکری خلاص میشم. برعکس. ولی مادر هوشیار هم هست که خانگاهش سرشته میکنه، ملکه خانه است او. شما از درون خانه ها صداتان رو بکشید که ما فریب شما رو نمیخوریم. زنای بیچاره اروپایی را به فابریکاها و به کارهای شاقه کشاندن بیچاره کار. بعضشان حسادتشان میگه کاش که من در خانه یک مسلمان می بودم. زنای مسلمان ملکه ها هستند، در خانه هستند، شوهرایشان مجبور است برشان نان و کالا بیارن. زن مسلمان قدرش نمیفهمند. بر ترتیب شما بچه را مواظبش هستین، جای یک سرش جمع میکنین، دستور یک خود میشوید، کالاگاه خود اگر که کالای خوابش علایده است، کالای داخل خانیش علایده است. اگر فقیر است، غریب است، یک جوره کالا داره، اما کالاگاهش چملک نکنه. اگر چملک شده او را مادرکش درست با صبح یک نظم بده برش که بفهمه که کالایی که پیشتر خواب کرده بود چملک شده بود. و خودش حال کوشش میکنه که قسم خواب شود که کالاش چملک نشود. یگان جمله در زبانکش میتین شما. بسم الله بگو بچیم، الحمدلله بگو. شما اینه کارهایی که جدی هست برش جدی میسازین. این به بدنش فایده میکنه، در حرکت میباشه، یک کار پشتش میره.
وقتی که از بیرون میای بوتکای خود در اون خانه نمیه، بچین بوتکای تو بکش زدان دروازه خاکایش بتکن او خم میشه راست میشه. و یک چیز دیگر هم میآموزه که ها این جای بوتم کجا است، ببره در جایش بانه. شما کار خود شما آسان میشه، او خودش کار خود میکنه. اگر در خانه بچهای کلان هستن از خودش کده است که اونا هم حتما شما برشان برنامه دادین، اونا هم وقتی که از خوابشان بیدار میشن نمازخوان نماز خود میخوانه، وضو میگیره، در وقت نماز بیدار میشن، مسجد رو مسجد میره. همین صبح که شما اینا رو به مسجد روان میکنین، این به بدنشان چقدر مفاد داره. اونا آغاز زندگیشان با رفتن مسجد به خانه الله میره، با نماز زندگی خدا آغاز کردن و باز با نماز انشالله شبم به پایان برسانن. کلانکار رو میگن بچیم بیادره کتابو برتشنام جای کشه تو جمع کو، وقتی او جمع میکنه دیگر روز بیادره که خوردش بگوین که بچیم دیروز جای که تو رو جمع کرد لالایت خوره کلان جایت دیروز جمع کرد تو جای کشه جمع نمی کنی. کینا با یکی دیگه همکار میشن، در اجتماع اینا خیر رسان میشن. کار یک از دیگر اگر میکنن اینا شرم نمیکنن، احساس کمی نمیکنن، من مزدورش نبودم کارش کردم، نه این عادتش است، این کار دیگرا رو میکنن، با افتخار میکنن، از اونا کدام چیز توقع نداره که برش باز پول بتن. این منایسی وظیفه برای خود میگیره، خدمت به یک کسی، کمک کردن به یک کسی. این جوان مردیش است. اگر دختر است اگر پسر است. تنبل نشوند. وقتی شب شما متوجه خواب کردنش نبودین، صبح بازو رو بخواین صبح وقتر بیدارش کنید، او کسل است، تکه تکه است، میخیزه او طرف میره این طرف میره، خوشش نمیاد، نه تشناب رفتن نه چای خوردن، میخوای خواب شود. شما سبب میشین که یا زمینه سازی میکنین برای اینکه یک آدم تنبل باشه. در وقت کار تنبل است، در وقت ساتیری با ساتیری است. ما از بیبندوباری اگر گپ میزنیم، ما در کشورهای خود ما ببینیم فرهنگ غرب چقدر به سرعت در اون کشورهای بیچاره و مظلوم ما انتشار یافته. اینا امروز مستعد هستند، هر چیز اختیارشان است. جایی را که اینا بخواین زیر اثر خود، زیر سلطه خود بیارن، اول فرهنگ خود رایی میکنن. اونا را مثل مردم خودشان از صحنه سیاسی دورشان میکنن، از صحنه اجتماعی دورشان میکنن، مشغولشان میکنن که ساتیری و له و لعب و دختر با پسرها مشغول میشه و پسر و دختر با سپورت هایی که روز و شبشان او سپری میکنه، پولشان هم میگیره، وقتشان هم میگیره و اونا اینا را با کاباره رفتن و با سبحان الله جوانه از اجتماع بیرون میکنن. همین فرهنگ بردن در کشورهای ما. پس درود یک کشوری که در و دیوارش از گناه داد میزنن، فضایل اخلاقی کوبیده شده، فساد بیداد میکنن، فحشا، مخدرات، نعوذ بالله، تمام امراض بردن در اون کشورها. پس مادر ما، پدر ما، شما اگر هوشیار نباشین اولادکایتون ازتان میره. اگر یک بار دری منجلاب افتادن باز شما پشیمان میشین، با شما دیگه علاقه نمی داشته باشن، گپتون هم نمیشنون. اونا برای خودشان مشغله پیدا کردن، مشغولیتشان پیدا شد. نه همکار شما هستن، نه فردا روزی که بگین عصای پیریم هستن، نه عصای پیریتان هستن، برعکس بار دوشتان میشن. شما باید اگر نداشتن پولش از شما میگیرن.
ساعت شما در بیرون تیر است. یک فرزنده که شما پشیمان هستین از بودنش. فسادی که حال در کشورهای مسلمان از اثر همین فرهنگ غربی ها در اوج انتشار کرده. اگر کشور ما را میگه با دوران تجاوز روس‌ها در افغانستان هیچ مقایسه نمیشه. این بدبختی هایی که امروز ارمغان غرب هست و شرق بیدین اینطور فساد نکرده بود. پس پدر و مادر عزیز، پسر که تازه دست راست و چپش میفهمه میشناسه، از میال زیر نظرت داشته باش، اخلاقش معنویتش رشد بدی، بفهمانش که در بیرون چی گپ است. وقتی باز بیرون رفت، اگر در داخل خانه شما او را مجهز کرده بودین، فهمانده بودین، باز بیرون بره، هیچ تشویش نداشته باشید. او جراثیمی که در بیرون است او اثر نداره. چرا؟ این واکسین شده. شما او را کار کردین که زره پوشاندینش، دیگه تاثیر نمیکنه او چیزا سرش. حال شما در بیرون در کشورهای مسلمان بسیار آزاد، شما شراب است، قمار هست، هیروئین است، چرس است، سیگرت، هر چیزی که شما به ضررتان هست، به ضرر اولادتان هست، به ضرر اجتماع هست و آزاد. مقام دموکراسی هست. تو را چه غرض آوردیم خوب کردیم، پول ما را میگیره، جان ما را میگیره، عزت و آبروی ما را، همه چیز ما را میگیره. خصوصا مادر عزیز، این واجبه خودت است در داخل خانه. از این آغاز کودکی بترسانیم که در بیرون چی چیزا هست به چی. مثل که قبلا از بابا و از جن، از پری، مادر آل فلان فلان میگفتیم، میترساندیم بچه ها را. آل چیزهای راستی از در بیرون که باید بترسانیم بشن. وقتی ما این نهال که تازه شاخه و برگ میکنه، این اگه ما تانستیم درست آبیاری کنیم، درست پرستاری کنیم، باز ما میبینیم که این تنی هم اگر بلند میشه، تنی سالم است. این اولادکای ما وقتی کلان میشن، رشد میکنن، بالغ میشن، جوان میشن، اینا وجودشان هم سالم است، عقلشان هم، فکرشان هم مواظب خودشان هستند. در همه غرب بعضی بچه ها هستن 20 ساله هستن، 22 ساله، گناه را نمیشناسن، دروغ را نمیشناسن، غیبت را نمیشناسن. یکی از این بچه‌ک ها رفته بود، قصه کنه هست، در پشاور فامیلیشون جا رفتن. این بچه‌ک درس میخواند، صنف اول یا صنف 2 مکتب بود، والله علم صنف 4 مکتب بود، گردن بسته نشه. در اوجه در صنف قصه میکنه، میگه وقتی که در صنف بودیم یک کس را 2 کلدارش از جیبش گم شد. معلم گفت که معلم صاحب پیسه من گم شد. کی گرفته؟ هر کس گرفته بیاید دستش بلند کنه، هیچ کس دستش بلند نمیکنه. مرا طرفم سایل کرد، معلم گفت تو گرفتی؟ من گفتم نه معلم صاحب، دوزی گناه داره. گفت بیا پیش بیا. گفت جیبای مرا پالید. من گفتم من دروغ نمیگم، دروغم خب گناه داره. ماشاءالله چقدر گپت تو یاد داری. جیبای پتلون من پالید، کرتی من کشید. اقی پسر مایوس بود، اقی جگرش خون بود. میگم معلم مرا
باور نکرد گپ من گفتم دوزی گناه داره، گپ من باور نکرد. گفتم دروغم گناه داره، گپ من باور نکرد. طفلک حیران مانده بود که چطور این گپای مرکز. خب نگفته بود دروغ، نگفته بود، دوزی نکرده بود، راستش اونجا گفت. ولی ببینیم در همون کشوری که ما هستیم و در کشور غربی که پسرک کلان شده که نه دزدی رو میفهمه نه دروغ رو میفهمه، اونجا که رفته گپا رو داده اونا گمان کردن که دوزی کرده. کلاهبرداری هست. پس ما وقتی که بچه ها را از آغاز کار مواظبشان باشیم، انشاءالله که این پسرای ما خودشان در اوجه محافظه میکنن. ما دل ما جمع می باشه که هم از تعالیم اخلاقی برخوردار هستند، هم جسم سالم داره. بعضی چیزهای دیگه هم هست که پدرها باید مواظب باشن. این کارها در بیرون خانه صورت میگیرن. رفتن بچه ها در یک محیطی که ناسالم است. در این کشورهای ما شما نظام سرمایه‌داری اینقدر ظالم است که بغیر از سرمایه خودش هیچ چیز دیگر فکر نمیکنه. دیگرها اصلا سرش حساب نمیکنه که دیگرها حق دارن زندگی بکنن یا نه. باید کلگی خادم از اینا باشن، غلامشان باشن، باید سرمایه از اونا باشن. جیب از اینا خالی باشه، جیب از اونا پر باشه. اونا صحتمند باشن، اینا مریض باشن. یعنی این نظام برای انسان دیگه غیر از خودشان هیچ حق قائل نیست. نه صحتش، نه شخصیتش، نه عزت و آبرویش، نه ایمانش، نه دینش، هیچ چیزش نیست. زن، مرد، طفل، کودک همگی پیش از اینا بهایی نداره. بعض وقتا حتی از خودشان، از ملت خودشان هم همه تو سوء استفاده میکنن از پیششون. امریکایی‌ها وقتی در افغانستان تجاوز کردن، تجاوز خودم به رسمیت بخشیدن، گفتن که ما میریم بر ضد تروریسم و مواد مخدر و اون ملت نجات میدیم. مواد مخدر خودشان حالا احصایش هم میگیرن، اعلان میکنن افغانستان بزرگترین تولید کننده و وارد کننده، صادر کننده مواد مخدر عالم است. اینا رفته بودن که او را از بین ببرن. اینا او را ترقی دادن، او کشور اول نمبر شد. اما چرا خم اول شد؟ که او کسایی که غریب و بیچاره بود برای یک لقمه نان خودشان یک چند درخت یا یک چند توت زمین را از او میکاشتن، اونا را از دان از اونا گرفتن، خودشان به هزارها هزار هکتار و جریب زمین کاشتن. اونا از آسمان یک نفر بسیار مثل سوزن وارد زمین معلوم میشه، میشناسن که یکی است، میزنن از آسمان. ولی هکتارها و جریبها، هزارها جریب زمینی که در او کوکنار یا چیزایی که اینا از او باز هیروئین میکشن کاشته میشه، او را نمیبینن که نابود کنن. در زیر زمین خود نمیبره این مواد، در روی زمین است. جوانهای ما را مسموم کردن، معتاد کردن، هر گوشه و کنار رفتیدن. در اون کشوری که مردم نان نداره به اونا بیر آوردن، مشروبات الکلی آوردن، رنگارنگ مواد مخدر در بازارها میفروشن سرشون. پدرای عزیز من، شما حال متوجه جانتان باشید که بچه های شما، دخترهای شما وقتی بیرون میره، کتی کیها میگردن؟ اینا دوستایشان کیا هستن؟ کاله یک چیز دیگه، ضرر دیگه از بیرون در جسم از اینا هستن. جسم که علیل و عدیل و باطل و ضعف و بیماری ها مبتلا میکنه. همین مواد مخدر و هیروئین و چرس و تریاک و سیگار و فلان و فلان اینا هست. مسئولیت
حفاظت بدن بچه هایتون دارین پدرای عزیز. چقدر جوان ها هست در کشور ما که معتاد به این پودر و مواد مخدر شدن و اینا کردن. اگر در افغانستان ای بود پیش از آمدن از اینا، شما چند نفر هیروئینی در کوچه و بازار داشتید؟ یک چند تا چرسی داشتیم که یک گوشه میشتن دود میکردن. حالا یک کسی میگفت که من طرف پروان میرفتم، در زیر درخت میدم 2-3 نفر جوان اما تو خمار ششتن. خدا اینا چی میکنن دیجا؟ یک کس گفت اینا پودری ها هستن. درخت نبود که من 1 تا 2 تا را نبینم. سبحان الله. جای گریه هست. این ارمغانه. اینا هست که برای ما آوردن. پدرک و مادرک مواظب باشید. تنها در افغانستان در هر جای هستی، هر جایی که پای از اینا رفته با خودشون این مرض ها را بردن. پیش از اینکه توته های جگرتان از پای بفته معتاد شوه مواظب باشید. حال یک چند چیزی را اگر خدا فرصت داد عنوان میکنیم. یکی از اونا همین سیگارت یا سیگار هست که بچه های ما اول از درون خانه به یگان تاشون شروع میکنن. پدرش که اگر به می مرض دچار بود بعض وقت به دزدی یا یگان وقت به ساتیری به شوخی یگان دودکش میکنن این بچه ها. اگر کسی اینا را ندید متوجه نشد، یکی 2 تای دیگر هم باز دوزی میکنه از قوطی بابی خود، باز مکتب که رفت که همسنفیاش میکشه یا تا تشناب میره یک جای پت میکنه خودش یک دود کش میکنه. اون روز احصایه را اعلان میکردن کسایی که از سن 18 پایین به سیگار کشی و سیگارت کشی مبتلا میشه اینا معتاد میشن به این مرض. بچه که از 18 پایان است او پول نداره که برای خودش سرمایه داشته باشه که برای این چیزها رو برای خودش آماده بسازه. بچه خورد است، بچه است که بابیش برش جیب خرچی میده 1 روپیه و 2 روپیه میده که روزانه خرچ یک چاکلیت یک آیس کریم برش شود. برای قوطی های سیگارت و او پول نیست. وقت چطور میده و تیر میشه. میریم باز به یک میان برنامه. بعد از انشالله تلفن ها را باز میکنیم، صدای گرم شما را بشنویم که شما چی میگین، چه رقم میتونیم بیشتر به ارجمندا برسیم، به عزیزای ما نور چشمای ما برسیم، جسمشانه محافظه کنیم از آسیب هایی که در بیرون است، از آسیب هایی که بدن ارجمندای ما را، توته های جگر ما را آسیب میرسانه، ضرر میرسانه، ضعیف میکنه، مریضشان میکنه. چی ها هست که ما چطور میتونیم جلوش بگیریم؟ شما هم گپ بزنید، حرفتان ما بشنویم. تا لحظات بعد. السلام علیکم و رحمت الله. برادر و خواهر عزیز، امیدوار هستم که لحظاتی که سپری شد توجه شما را به یک نقطه مهم جلب کرده دانسته باشم که جسم اولاد ما ضرورت به پرستاری داره. مواظبش باشیم. این از مسئولیت های ما شما هست. چیزایی هم که ضرر میرسان بر جسم اولاد دانه دانه گفته آمده بایستیم. حالا یکی از اونا که این خصوصا زیادتر پسرها را، مردها را مبتلا میکنه سیگارت یا سیگار است. گرچه در حال حاضر یک دختر خانما هم اینو شاید که روی کدام مجبوریت شاید نبوده باشه یا تو بند نماندن، اینا بعض وقتا از مود، بعض وقتا هم از کسایی که در یک سطح بالایی جامعه هستن فکر میکنن که اینا
اگر سیگار در دستشان باشه، سیگار در دستشان باشه، اینا از یک طبقه مرفه، از یک طبقه مدنی، از یک طبقه تحصیل کرده، از یک طبقه مترقی اینا نمایندگی میکنن، از او خاطر سیگارت میکشن یا سیگار میکشن. اگر این افتخار برای از او طبقه باشه، ما از او طبقات تیر شیم باید. از سطح و دانش خود این خیلی دور است، از عقل دور است که یک دختر جوانه به تقلید یک 4 تا ساده و به عقلی که خودشان به اون معتاد کردن یا اکت میکنن، میکشن، در دستشان میگیرن، از فیشن است یا از مود است، دیگران از اونو تقلید کنن. این دیوانگی هست. ولیکن پسرها، مردها اینا به حد دیکار عمیق میشن که معتاد میشن. ما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم از بس این مرض عمیق ریشه دوانده که تمام طبقات جامعه را گرفته. خرد و کلان، زن و مرد، پیر و جوان، الا او کسایی که بگویم عقلشان بر احساساتشان غالب است یا یک اراده قوی دارن که تمایلات نفسی خودشان سرش حاکم هستند، غالب هستند، هر چیزی که دلشان بخواه نمی کنن. اینا از یک شعور قوی برخوردار هستند، خیر و شر خود می فهمند، همونطور احساساتی نرفته داخل نشده، در یک پر بند مانده و یک وقت کشیده و باز از او بعد از اون معتاد شده. این رقمی نیست. ولیکن اینا کم هستند. اندک مردم هست که از این میکروب، از این مرض دور مانده. به این خاطر ما اگر که یک کم سر ضررهای از این مرض یا این میکروب که سیگارت یا سیگار هست یک کم روشنی پرتیم، گرچه که حالا میفهمه کلگی. حالا ببینید در غرب هم در جایایی که اجتماع زیاد است، در داخل طیاره، در داخل بس ها، در داخل رستوران ها نمیگذارن که کسی در اونجا سیگارت بکشه. در میدان های هوایی حتی یک گوشه خاص دارن که اونجا معلوم است که کسایی که میخواد سیگارت بکشه برنده و گوشه. ولیکن مافیای سیگارت، مافیای از این پول پرستا، اینا تمام جامعه را نبضش به دست خودشان دارن. حتی نوشته میکنن در قطعه های سیگارت که این سرطان ایجاد میکنن، این خطرناک است، به حیات شما ضربه میزنه. ولیکن معنای چی است؟ چرا در بازار هست؟ چرا حکومت دست به کار نمیشه؟ چرا حیات مردم بر از اینا ارزش نداره؟ ببینیم در مدینه منوره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقت شراب تحریم شد، کافی بود که بگوین ای مردم این حرام است. طبعا مرحله به مرحله آمد. در وقتی که تحریم شد، کسایی بودن که شب کرده بودن، گشتاندن، دستشان در گلونشان پس کشیدن، از معده خودشان کشیدن، دستشان بود چپه کرد، رفتن خمایش چپه کردن. چی بود؟ عقیده بود. و نظامی که در اونجا حاکم بود همو گفت که دیگه نکنین این کاره. از صمیمیت گفت، از صداقتش گفت. روی کدام پالیسی و سیاست فریبکارانه نبود. اینا خودشان هر روز تبابت نوشته میکنه ضررهایی که سیگارت داره. حتی از هیروئین و از مشروبات الکلی هم که در دود ضررش بیشتر است بر جسم و روح انسان. شما تلفن ها را هم فراموش نکنین. صدای شما را من میخوایم بشنوم. حالا اگر از نظر طبی ببینیم که این دود یا این سیگارت چی ضرر داره، اولین چیزی که در راپورهای طبی میگه سل و سرطان.
عاملش همین سیگارت است یا دود است. حافظیتون رو خراب میکنه، اشتها رو کم میکنه. این سیگارتی ها، یگان ما این سیگارتی ها رو چرسی میگم، اینا اشتهایشون هم صحیح نیست، نان صحیح خورده نمیتونن، 2 لقمه خوردن سیر میشن. دندان ها زرد، چهره زرد، دود قوارش رو سعی کنین دود میباره میگن از رویش، او که زیاد به این مشکل مبتلا هست. اعصابش همیشه خراب، 1 دقیقه بدین که تون جنگ میکنه. تنفسش راهش مختل است، سلفی میکنه که از دل و جگرش صدا بیرون میشه، خر خر خر. جسمش ضعیف، اخلاق بعض وقتا پایان، جسم کسل، مانده، زله، سست و بیحال. خب چرا؟ با پولی کار کردن، خریدن اون مواد مضر و استفاده کردن. بله رحمت، السلام علیکم. سلامت و رحمت خدا بر شما استاد گرامی و تمام بینندگان مسلمان شما در سر تا سر جهان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر عزیز، بفرمایید، صدای مبارکتون میشنوم. بسیار پروگرام عالی و پروگرام زیبا. شما فرمودین که طفلکایتان را درس یاد بدید و مسجد روان کنین، در بستر خواب برایشان قرآن بخوانین، بسیار فایده میکنه. من می فایده دیده همین چند دقیقه پیشتر که پروگرام شما شروع شده، همین سرک و اینجا نواسم نشسته بوده که اینجا گفت بیبی جان، گفتم جان که اجازه است که در آمین خلطه برنج، اینجا خلطه برنج آورده بودن به نام رحمان. گفتم یا بچیم، گفتم که چطور خالی را؟ گفته که این بوجای برنج که میارن صادر میکنن، خود چطور را در جای مفت چرا رحمان شده کردن؟ چرا امید به استاد بگو مثلا تو گپش فهمیدی؟ گفته بله. گفته طفلکایتان تربیه کنی. ما فهمیدیم که این خلطای برنج کلش در روی زمین مفته، این بسیار تاثیر میکنه. حالا من به یاد ما چند دفعه با خودم گفتم بر شما میگم که این برنجایی که صادر میشه به نام الکریم، الرحمن، از این صفر که ما شروع نکنیم باز این دامن کل فشار را میگیرن. اما تو که فشار دامنش نگرفتیم، جلوش نگرفتیم، کل کشور ما را گرفت. دیگه به سرپوش است، دیگه که سرپوش نداشته باشه ارخص خاشاک مفته. حالا افغانستان خوب به کشور هنرمندی تبدیل شده که هر قسم رقص و خواندن و از صبح که تلویزیون روز تا اما تو 24 ساعت اما تو چیز است، چون که حکومت از دست رفته. اما تو که وقت افغانا به ایمان خود قوی بودن، حالا به این فرشا قوی شدن، به خاطر که به طفلای خود نفهماندیم، لقمه حلال ندادیم. اگر ما به اولاد خود لقمه حلال میدادیم، کارمندان، رئیس و وزیر ما همش چون لقمه حلال می بودن، رشوت نمی گرفتن، این کارا نمی کردن. شما بسیار زیبا فرمودین، بسیار زیاد یک پروگرام عالی است دیگه. امی علمای ما کاش که مثل شما ورمه تو شیرین گفتار باشن، طفلکا می آموزن، جوانا می آموزن، خانواده ها می نشینن. علمای بسیار عزیز داریم در افغانستان، چون در اونجا بسیار وضع خراب است. اونا یک صحبت میکنن یک کمک با خشونت. اگر میره طریق اصال حق، اما تو که این شخصیت ها در اینجا در این پروگرام ها هستن بسیار با اخلاق نیکو مردم را راهنمایی میکنن. اونمو علما را بفهمانن که بسیار علمای زبردست هستن، علمای بسیار از جان خود گذاشتن، اما با یک لهجه کمک تون خوی سخن میگن. وقت تنخویی حال نیست، وقت شیرین گفتار است. امیال طفلکان بازور خواب دادم، خواب نمیشدم، یک مایده میشنویم. گفتم چطور شما میدونین که یاد دارین میفهمین؟ بله بیبی جان ما میفهمیم، کل گپای عادی سر میفهمیم دیگه. بسیار پروگرام زیبا است. خداوند شما سفر داشته درباره همین جای نمازا که از عربستان آجیای ما میاره، شما حتما برای بازگو کنین. همین طفلکا امروز باز گفتن که در این جای نمازا مرغاست. مسایی کردم که راستی مرغکا کشیده است در چهار طرف هم جای نماز مرغا هم چشم داره، هم دیگه ای صادرات کلش از هند و پاکستان میایه. امیر گفتم بر شما بگویم اگر مفید باشه که شما برای مردم بفهمانین که چون شما دمی راستا کار میکنین، انشالله که جلوش گرفته شوه، هم از خلطای برنج و هم از
امی از نتیجه این پروگرام زیبای شماست که من امروز متوجه تفلکا من متوجه ساختن. اگر نه من خودم هیچ بیخبر بودم از جای نماز، اما از خلطای برنج میفهمیدم، فراموش میکردم که بر شما بگویم. و چای احمد، نام چای احمد از اون چای دیگه است. چرا نام احمد خونمی کلش یک از یک مرجعی در شما گرفته. وقتی گرانبهای شما رو نمیگیرم، شما رو به الله یکتا و تعالی میسپارم. موفق سر بلند باشین. بسیار تشکر خواهر عزیز، خداوند عمر بده بر شما، خدا حفظتان بکنه. چقدر دردای اجتماع رو شما هم دانه دانه میگین، خدا خیرتان، خدا و تفلکا را انشالله حفظ کنه. اونا مردای بزرگ در اجتماع ما شوند. خدا به دستکای مبارک از اونا یک تغییر بیاره که باعث نصرت الهی شود. خدا خیرشان بده. واقعا گپ مهم هست. همین برنجار، همین مسئولینی که تجارایی که میارن این چیزا را، اگر سابقا میگفتن کریم نگوین یا کسی را به نام نگوین، نام خداوند است، در حالی که در اوج علما باز میگفتن خب کریم نه، الکریم نام پروردگار است، الرحیم، الرحمن. حال همونطور یک نام شما سر برنج میگذارین. گفتی خواهر عزیزم، گفتی اون نواسگک شیرین زبان شما که امی خلطه خود زمین مفته، امی خلطه، سبحان الله. از این شما چی تجارت میکنین؟ چرا یک نام دیگه شما نگذاشتین سر از این؟ خب امیدوار هستم که اگر او برادرایی که مشغول این رقم تجارت هستن، اگر اونا از خدا میترسن، خود توجه بکنن به این کار، اینا ما را اصلاح بکنن، درست بکنن. و جای نماز هم که شما گفتین، واقعا در جای نماز ها هم دیکوریشن گفته چیزایی میکشن که حالا شما میگین مرغ کار کشتن. خدا اصلاح ما بکنه خواهر عزیزم. خداوند به همه دستن در کارا مسئولین این توفیق نصیب بکنه که من حیث یک دعوتگر اگر برنج میفروشن، برنجتان برنج خوب بیارین، مردم دعا کنن در حقتان، بدون از اینکه نامای سرش بانین که زیر خدای نخواسته با نامه شما تجارت میکنین. یک نام خوب دیگر را انتخاب کنین. شاید نیت برادر تجار ما این باشه که باید یک برکت باشه، نام نیک گفت، ولی نفهمیده که کدام نام سر از او بگذاره. از درد جامعه ما شما خواهرکم خیلی زیاد است. خدا اصلاح ما بکنه. حال ما همین مرضی که سیگرت است، این دامنگیر بسیار خانواده ها هست. پدر در خانه سیگرت میکشه، میآید کالایش، حتی همین دود از این که حتی دکترها میگن که کسی که میکشه ضررش نسبت به این که او کسایی که نمیکشن، اگر در یک خانه یک کسی سیگرت میکشه، ضرر از این دود بیشتر است به او کسایی که نمیکشن. میگه چطور نمیگه؟ میگه وقتی که او کسی که میکشه خود دودش بیرون میکنه، ولی او کسایی که ناگاه دور از این ششتن، اینا که تنفس میکنن، این چانس بیرون کشیدن نیست، اونا رو هم میگیره، اونا قرط میکنن، حبس میکنن در معده و شششان، ضرر از این به اونا میرسه. شما وقتی که خودتان دلتان نمیسوزه، بر دیگران خود دلتان بسوزه، با اولادتان خود دلتان بسوزه. بعض خانم‌ها هستن سیگرت میکشن. خانم‌ها شما رو واقعا هیچ نمود نمیده، اما تو که مردها رو بد میگه، شما رو خود زیاد بد میگه. بنابراین یک رحم شو سر ما حول خودتان. شما رو به خدا او در بستر میدره که او دود، او بستر چه حال است. شما وقتی میفهمین که این چقدر اثر بد داره که یک کسی به این دودا بلد نباشه، بگین تو یک دفعه در بستر من داخل شو، یک دفعه می چپن مرا یا کالای مرا تو بپوش، تو یک دفعه در اتاق من زندگی میکنم داخل شو. اون وقت شما میفهمین که چقدر شما بی انصافی کردین. اگر ما بگویم ظلم کردین، راستی ظلم میشه. یک کسی یادم آمد در یک مدرسه بود، یک استاد بود پاولی مسجد، یک اتاق که خرد داشت. یگان وقت میرفتم با او صحبت میکردم، یک دوستش آمد به دیدنش، اتاق خرد بود، یک چپرکتکش بود، یک دوتا میز کتابایش بود، یک الماری کتابش بود، یک دوتا قالینچه ها جای نمازش بود، اونموجه میشیش خودش، اونموجه اگر دوستش هم میامد همونجا نشسته بودم. یک کسی آمد به دیدنش و یک 5-6 دقیقه صحبت کردن. بعد از اون گفت که
نامش سلیمان بود. گفت سلیمان اجازه است یک سیگرت بکشم؟ قطعه سیگرت خود اگر کشید از جیب خود، این سلیمان گفت که بسیار اعصابش خراب شد. آدم اندک رنجم بود، زود اعصابش خراب میشد. گفت که از من چرا اجازه میگیری؟ از خدا اجازه بگی. از این قرآنایی که در 4 طرف هست در الماری ماندیم، از این جای نماز اجازه بگی. از یک دفعه ما تو گفته رفت، گفت این دودی که از زبان از دهن تو میبرای درون کتابا میبرای. من یک قرآن واس کنم از مابین قرآن دود میبرای، دود کثیف میبرای. اما تو دانه دانه میگه باره که زده هفت همین آدم موتور شد بیخی دیگه زمین چاک میشد. این میرفت. بسیار ببخشید اشتباه کردم. این قدر کثیف بوده، این قدر این اذیت میرسانده و من نمیفهمیدم قدر. در داخل قرآن گفت دود از این میره، در جای نماز تو دود از این میره و تو وقت سجده میکنی به خدا تو اذیت میشه از دود. من خدایی را هدایت کرده بودی پسر که سیگرت میکشید، همین قوطی سیگرتش جیبش در دستش گرفتم، تو پچق کرد و یک سطلک باطل دانی بود اما قلاچ کرد میام آباین سطل. مرم گفت خدا از اون گفت شما 2 نفر شاهد باشن، اگر دیگه من این کثافت در دستم گرفتم باز شما هر چیزی که مرم میگی. سبحان الله. دعا کردیم در حقش، خدا شکر که سبب ترک از این مرض شدی بچه. کاش که پدرکا برادرکای ما یا اگه خواهرها و مادرکا سیگرت میکشین کنار برین از این چیز. این هیچ به دردتان نمیخوره. حتی شما ببینید که سر در رحم شما اثر میکنه، سر او نطفه اثر میکنه همین سیگرت، همین دود. مرگ و میره حد اندازیش. شما وقت مراجعه کنین به احصایی هایی که در طبابت هست میگه اندازه مرگ و میر 68% بیشتر کسایی میمونن که سیگرت میکشن یا سیگار میکشن نسبت به کسایی که نمیکشن. 68 بار یا 68% زیاد است مرگ و میر. یکی با مرضای مختلف دچار میشن، ایده جایش میمورن. یک وقت در آلمان پلیس برای محکمه پیشنهاد کرد که کسایی که هیروئین میکشن اینا را یک جزای تعیین بکنن برش. محکمه پس از غور برای دفتر پلیس میگه که وقت ما احصایه گیری کردیم اندازه ضرری که از هیروئین میرسه کمتر است نسبت به سیگرت. شما یک جزا برای کسایی که سیگرت میکشن طلب کنین که ما باز او را دیده برای هیروئین هم تعیین کنیم. سبحان الله. نام هیروئین بسیار زشت مطرح شده، مردم از او میترسن. یگان تا که در او گیر مانده او جدا است. فیصدیش شاید که قدر برابر این دودکشان نیست، ولی سیگرت و میلیون ها میلیون فروخته میشه آزاد و به خواهششان میخرن. سبحان الله. میگه که محکمه میگه بعد از تحقیقاتی که ما به دست آوردیم ضرری که از سیگرت میرسه نسبت به هیروئین بیشتر است. بنابراین شما تقاضا کنین که کسایی که سیگرت میکشه چی جزا تعیین کنیم برش. حال ما وقتی به ضرر و زیان جسمی بچه های ما، خانواده ما توجه بکنیم میبینیم که سیگرت یا سیگار یکی از مواد مضره یا مضرترین موادی که صحت ما را تهدید میکنه سیگرت بوده. اگر باز ضرر مالی اینایش فکر کنیم، او خانوادی که غریب است معاش بخور نمیر داره، اگر در او خانه یک کسی معتاد به سیگرت باشه از شما رو به خدا از نان بچه هایش میکنه.
خو نتونسته او را ترک کنه یا نخواسته ترک بکنه یا همو اراده قوی را، همو تصمیم قوی را نخواسته بگیره، چیکار میکنه؟ از نان و خوراک و پوشاک بچه های خودش میکنه و دود میکنه. سبحان الله، چقدر زشت است. شما توجه کردین نان بچه هایتون شما میگیرین در میتین، او یک مشکل نان داره شما او را در میتین دود میکنین، به صحتش هم ضرر میرسون، به شکمش هم، به نانش، به رزق. شما پدرش هستین دلسوز، شما زحمت کشیدین و نان معاش گرفتین آوردین. اگر ما باز حکم شرعی رو ببینیم که شریعت در اینجا چی میگه، کسایی که از خدا میترسن حلال و حرام برشان مطرح هست، اگر از صحت نترسیدن، از ضررش به مردم نترسیدن، به خانواده خودشان رحم نکردن، به مالشان به پولشان رحم نکردن. یک کسی گرفته بود یک نوت دوی یا یک ریالی را یا یک افغانی را یا 5 افغانی را تو لوله کرده بود، گرفته بود زیرش کاتش کنه، او چی میکنی تو پول میسوزانی؟ گفته بود دست تو گوسته گرفت است، قیمتش خواهی پول من کرده بلندتر است، تو را میسوزانی، متوجه نیستی؟ فرق بین از این و از چی است؟ هر دوش پول است. تمام امامای مذاهب، فقها، دانشمندا بالکل اتفاق نظر دارن که هر چیزی که موجب ضرر و زیان است حرام است. باید او را ترک کنن. هر چیزی که ضرر میرسانه، زیان میرسانه برای یک کسی، برای یک چیزی، اونمو انجام دادن اونمو حرام است. ایره هیچ کسی در اختلاف نداره. حالا اگه بسیار پیش نریم تنها در همین بچسبیم، یک دقیقه دیگه شاید که وقت ما نمان پوره شده. شما در رابطه با ضرر و زیان از این سیگارت هم خودتان یک دفعه تحقیق بکنید. انشالله در برنامه دیگه که آمدیم باز دوام میدیم صحبت ما را. شما را به الله منان می سپارم تا به جمعه دیگه شما را صحتمند سر حال می خواهیم. روز یک شنبه که تکرار برنامه هست ساعت 2 و روز 5 شنبه هم صبح وقت. امیدوار هستم که اگر برنامه را تمامش ندیده باشین در تکرارهایش ببینید. در حق ما دعا کنین خداوند عزیز روزهای خوب را برای امت نصیب کنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.